چطوری؟ حالت چطوره؟ خوبی؟ حالت خوب هست ماشاءالله بونگام رو کیه نشد آموزش رانندگی تضمینی به قرآن بیا به خدا رفتم حرفه‌ای چی؟ با ماشین خودم شماره‌شو بگیر به جون خودم راننده میشید امروز آخرین جلسه همونه آموزش کوچه های تنگه و دو طرفه این جگه بگی راننده میشید امروز آموزش اینا داریم ولی خدا میدونه به دروغ نمیگم امتحان کن بعدم یه صلوات هم برای بابا من بفرست چی کار میکنی تو؟ این به مناسبت راننده شدنه من و خواهر گرامیم درسته که دست فرمونه من خیلی بهتره ولی اشکالی نداره اینم بنده خداست و بالاخره راه میفته قبل از اون از سرکار خانم بهارلو تشکر میکنم که به ما آموزش دادن من از خانم بهارلو تشکر میکنم من اصلا دوست ندارم که اینجوری تشکر کنم وقتی شما رو میبینم که انقدر مؤدبانه حرف میزنید میگیره اما مؤدب باش آخریه که میگه بابا من مؤدب دوست ندارم باشم خداحافظی ببین من اصلا به شهاباتون که رو درواسی ندارم خدایش راضی بودم از خانم بهارلو خیلی راضی بودم خدایش و بهش مدیونم همیشه یعنی تنها کسی که میتونست منو راننده کنه خانم بهارلوه خیلی صبور که خیلی مهمه تو رانندگی که یه مربی باید صبور باشه اصلا احساس و من کسی بودم که اصلا میگفتم اصلا رانندگی برای من نیست من باید بدون اینکه راننده بشم بمیرم میدونی چی میگم یعنی میگفتم این زن بعض وقتا میدم اینا پشت فرمونه ماشین نشستن رانندگی میکردن خب بعد میگفتم یعنی چجوری میتونه راننده باشه خدایش میگم خب بعد میگفتم پس تو حتما خیلی پخمه ای خب بعد اومدم پیش خانم بهارلو دیدم نه من جاهایی که میرفتم آموزش خوبی نگرفتم خداییش و الان خیلی خوشحالم خدا رو یه ذره هزینه رو کردم مرسی عزیزم مرسی ولی به جا بود تنها هزینه ای که ازش سودش رو بردم اینجا بود خدا رو شکر عزیز منم موفقیت رو تبریک میگم زنده باشی عزیز من حالا میخوایم همه با هم فوتش کنیم بچه ها انشالله کیک شما چه مناسبتی الان به مناسبت راننده شدن من و خواهرم هستش خب میخوای فوت کنی؟ فوت میکنیم که ایشالله دیگه این قولی که شکستیم خیر باشه برام ایشالله ایشالله موفق و اینجا ایشالله این کیکی باشه که شما برای خودتون فوت میکنید در آینده نزدیک ایشالله بقیه بچه های دیگه انشالله یک دوسته های من دیگه راحت شدم ایشالله یکی هم پیدا شه که این حالت وضعیه اینو خوب کنه ایشالله شما چی؟ منم خیلی راضی بودم من کسی بودم که اول خیلی میترسیدم همیشه به قول خانم بهارلو سوت میزدم موقع ترمزا اما دیگه الان خیلی ریلکس خودم برای خودم میرم بیرون میام خدا میشه به لطف شما و دیگه انشالله که بقیه هم اونایی که میترسن این ترس رو بذارن کنار بیان که انشالله این مهارت رو یاد بگیرم چون خیلی لازمه خدا رو شکر عزیز من انشالله که همه بتونن این لبخندی که شما به لب دارید همه اینو داشته باشن و یه رضایت خاصی تو چهرهتون هست میبینم خوشحالم از این رضایتتون خوشحالم که از این لبخندتون و خوشحالیتون برای منم خوشحالی هیچ فرقی نمیکنه دعای خیر ما تا آخر عمر بدرقه راه شما باشه سلامت باشید منم خوشحالم که شما خوشحالین و یه هدیه ناقابل براتون به پاس زحماتی که برای ما کشیدید ببخشید که روبان نداره روبانمون بنفش بود و به این نمی اومد ترجیح دادیم که روبان دستتون در نکنه زحمت کشید نه خراب نیست خیلی میدونم خیلی خوشحال میشی میگی دستت در نکنه قربونت دارم ایشالله تولدتون شب یلداز به بچه ها اعلام میکنم از الان متاسفم برای اینایی که توی این تایم باید با خانم بهارلو آموزش بگیرن شب یلدا
وقتی میرید توی ماشین میشینید لطفا دست خالی نرید. عزیزم ما از هیچ کس توقعی نداریم. من وظیفه خودمو دارم انجام میدم. هر کی میگه من توقعی ندارم 2 بار داره. این از من. من همیشه رو پای خودم وایسادم و اصلا از هیچ کس توقعی ندارم، حتی از مامان خودم. من ثابت کنیم من با بچه دارم صحبت میکنم. بچه شما بیارید اگه میخواید بیارید. خب دیگه کاری نداری؟ نه برو دیگه خسته شدم. خب برو. جیبام خالیه. اینا رو خالی کرده دیگه هیچی توش نیست. نه روش داره نه زیرش داره به قرآن. تو میخواستی من دیگه کلی من بفروشم بیارم بهت بدم. دیگه گفتم رحم کن خداییش. باشه برو دیگه بس